هرچی تو پارت قبلی بهمون خوش گذشت، صبونه خوردیم، صبونه لاکچری، رقص داشتیم، خنده داشتیم، نقش سیب زمینی رو بازی کردیم توی نیسان. توی پارت بعدی از این خبرا نیستش. پارت بعدی کاملا توی رکوع به سمت بالا حرکت می‌کنیم. یه جورایی بعضی وقتا شبیه ماشینای شوتی هم میشه. حالا می‌بینیم، با هم دیگه می‌بینیم. پارت بعدی دردناک کاریا. خب آقا این ماشینایی که پشت سرم می‌بینی با اینا الان تو این ردیف هستن. الان یکیشون پرسید گفتم چند ساعت اینجا، گفت 3 ساعت توی اینجا در واقع تو این ترافیک منتظره. 3 ساعت باسن آدم تخت میشه. اینجا یه ذره گشاد شد. فکر میکردم چون مسیر گشاد شده دیگه از اینجا به بعدش راحته، ولی خب اینطور نبود، سخت‌تر شد. این زاویه‌ای که من دوربینو گرفتم بهش میگن زاویه سگی. یعنی اگه یه سگی به من نزدیک بشه و به من نگاه بکنه من این شکلی دیده میشم. این به خاطر فشار جاده است، به خاطر فشار اون شیبیه که داشت به من میآورد. به ما گفتن 3 ساعت. ولی خودتون دوست دارین بیاین. منم که اومدم مثلا نگاه کجا میام. این طبیعت ببین. همون بهتر که طبیعت رو ببین. طبیعت ببین. این آقا شیخ هادی است از روستای عسلمله، گردشگری روستای عسلمله. دارم اصلاح دامادی میکنم. امشب برم براش خواستگاری، یه مادر دختر پیدا کنم، مادرش من بگیرم دخترش رو بدم بهش. فکر کنم دوتاشو میخواد بگیره. جون شما برای خودش داره. آقا ضبط کردی؟ نمیدونم کیلومتر چندم و چیم، من این درست کنم. درست شد. نمیدونم کجام، ولی طبق چیزی که به ما گفتن دیگه نه حرف اونا باشه نه حرف ما باشه، وسطشو بگیریم 1.5 ساعت تو راه. حالا دوست دارید بیاین، ولی باید باسن رو همراهتون بیاری. یعنی شما اون باسن مبارک رو باید برداری بیاری برای این مسیر. نیازه، کمکت میکنه، حلت میده بری بالا. نداشته باشی موندی همون پایین. البته برای من که آب شد دیگه، من چیزی ندارم، ولی به هر حال باسناتون رو به جای کوله هاتون همراهتون بیارین. کوله نیارین. از فردی که توی این مسیر باسن آب کرده بشنوید اینو. هیچ چی نمونده. آبم که خوردم، این آب 3 دقیقه پیش گرفتم. فکر میکردم دارم میرم استراحت کنم. وضعیت رو ببین. و از این ور آب میخورم، از اون ور میره. نه از اون ور، یعنی منظور که عرق میکنی و میره. یه طبیعت هم نیست این جلو رو. در جوار سرعس خاطر خوب شد گفت مزه. وقتی میگم قرار شبیه ماشینای شوتی بشیم منظورم اینه. پوز بدن رو ببین، قیافه که در هم تنیده است، اصلا هیچی ازش نمونده. این تازه اولشه، هنوز بقیه راه رو ندیدیم. بریم با هم دیگه بقیه‌اش رو ببینیم. در جوار سرعس خاطر 3 تا از اینا. بازم میگم این مسیر کوله نمیخواد، این مسیر باسن میخواد با آب معدنی، همین، هیچ چیز دیگه رو نمیخواد بیاد. چون باسن اینو توجه کن بزرگه، میتونه میکشه، ولی حال ما تلو هم میخواد. هنوز مونده. فرمودن که مثل اینکه مسیر بالاتر باسن بزرگتری میخواد، پس در نتیجه میریم بالاتر. شیبه، آره شیر، باسن، آره شیب، باسن رو پاره میکنیم.
پارگی مسیر داره از توی ریخت قیافه میپاشه بیرون. کل مسیر نتونستم فیلم بگیرم چون باسنم بهش فشار اومده بود. این که دارم میگم یه ذره مونده، نه خیر خیلی مونده. بریم میبینیم. یه ذره دیگه مونده، خیلی کم اینه. یعنی اون بالاست. و بعدش دیگه احتمال زیاد ما بتونیم دشت رو رعایت کنیم. پارگی مطلقه. یعنی من هرچی بهتون بگم از پارگیش کم گفتم. اونایی که اومدن میدونن، اونایی هم که نیومدن نیان. چه دردیه، چه مره خونتون بخوابید. آخ مگهشو برسم بالا براتون میگم. آقا دشت دریاسر که میگفتن من آقا نشون ببخشید آقا معذرت دشت دریاسر ببخشید دشت دریاسر من الان بهتون نشون میدم. ببینید آیا واقعا ارزشش رو داره. من پاره شدم تا رسیدم این بالا. خب اینم از دشت دریاسر لذت بردیم. البته اینجا دشت دریاسر نیست، من گول خوردم. فکر می‌کردم همه دارن عکس و فیلم میگیرن، پس دشت همینه. دشت جلوتره، میریم جلوتر. دشت دریاسر برگشتنی با اینا برمیگردم. هنوز ما به این دشت نرسیدیم و من دارم میرم به سمت این دشت. بریم ببینیم چه جوریه. حتما خوبه، حتما خوبه. همه اومدن مطمئنن خوبه. این پایینم رودخونه است ولی اون پایینم میرفتیم فکر کنم خوش میگذشت. شاهزاده حلم هاشمی. 10 دقیقه دیگه. الان که یعنی تا اینجای مسیر اومدیم یه ذره آرومتر شده، ساکت‌تر شده، شیب دیگه نیست. میتونم بگم واقعا خوبه. ولی الان فقط کافی یه شیب 10 سانتی بهم بخوره. سری میگم که خوب نیست. من فعلا دشت رو ببینم. خب اینم از دشت دریاسر. این سیم خارداره‌ای که میبینید گذاشتم برای شماها که وارد نشید. این ور که پا خورده قشنگ شخم زده شد، ولی خب اون ور پوشش گیاهیش کامل سالمه. جای قشنگیه، لذت بردیم، مخصوصا قسمت بالاش. ما دیگه وارد دشت نشدیم چون دیدیم که خیلی شلوغه و بوی جوراب میگیره. جا سایه رو پیدا کردیم و همونجا نشستیم و نهارمون رو خوردیم. از یه ویوی عالی براتون فیلم میذارم و اینم پایان پارت دوم و این ویدیو. گاوا چجوری انقدر میتونن برینن؟ خیلی سعی کردم به چیز اصطلاح آرومتری پیدا کنم، نشد. خیلیه این. مال چند تا گاوه؟ گاوای اینجا کنگوشاده. طبیعت جسارتاً آی گاو ببخشید من جسارت میکنم خدمتتون. این بالاتر یه تعداد مدفوع با حجم عظیم اینجا دیدم. برام سوال شد اینا حاصل باسن شماست یا حاصل مجموعه باسن‌هایی از شماست، شما و دوستاتون؟ جواب ابلغ خاموشی. خوبه، متشکرم. ممنون وقتی که گذاشت.